بیا تو کوتاه‌ترین زمان آموزش بهت بدم از گیج دستگاه تصفیه‌آب چجوری استفاده کن. اگر رو دستگاهتون گیج دارید و عدد روی 2 مونده، قطعه شیربرقیتون خرابه و داره دورریز به طور دائم انجام میشه، این قطعه رو تعویض کنید. بهترین عدد برای گیج نمایشگر بین 6 تا 8 نرمال ترین حالت برای تولید آب تصفیه شده. اگر بیشتر از 8 بود شما باید از قطعه فشار شکن تو ورودی دستگاهتون استفاده کنید. اگر بالاتر از 8 بین تا حدود 10 رفت، چون فشار پمپ ورودی ساختمونتون بالاست و احتمال داره قطعات رو بشکونه. اگر بین 4 3 2 موند و از قطعه هد پمپ شما نشری داد، این قطعه رو باید تعویض کنید، چون این نشون میده که دیافراگم این درست عمل نمیکنه. اگر پمپتون سالم بود باز عدد پایین موند، ترانس دستگاه شما خراب شده، ترانس رو باید عوض کنید. تو خیلی از موارد به خاطر قطع و وصلی آب ترانس دستگاه خراب میشه. حالا اگه دستگاه شما گیج نداشت، خودتون میتونید خیلی راحت با یه سری از اتصالات یه دونه گیج درست کنید، مثل این گیج، یه سراحی، یه گیج و یه تیکه شیلنگ. این قسمت به ممبران میخوره، این قسمت به ورودی ممبران. شما میتونید دستگاه رو روشن کنید، این کارهایی که گفتم رو چک کنید. خیلی از دستگاه قدیمی تایوانی هم گیج نداره یا دستگاه کیسی گیج نداره.